سال 2023 هم تمام شد. آیا به خواسته ها و اهدافی که داشتید رسیدید؟ از اینکه استرس و نگرانی های ما کاهش بیابد و همچنین ترس از دست دادن منبع درآمد را نداشته باشیم. اگر می‌خواهید تغییرات مثبت در زندگیتان رخ دهد، بناهن کار امروز را به فردا نگذارید. برای سال جدید چی راهکارهایی را به پیش بگیریم تا به اهداف جدید خود نائل شویم؟ با عقب نینداختن کارها، مدیریت وقت و زمان، پلان‌های آینده را طراحی کنید. یاد بگیریم که چه تصمیمات و ریسک‌هایی ارزش قبول کردن را دارد. برای اینکه سالم و صحتمند بمانیم، به رفاه مالی خود برسیم، زندگی شاد داشته باشیم، از چیزهای کوچک زندگی لذت ببریم. ورزش و مراقبت از سلامتی، چون که برای رسیدن به آرزوهای ما حتمی است، ابتدا باید از صحت کامل برخوردار باشیم. تعادل، آرامش و خوشی همیشه ثمره یک زندگی موفق است. حالا بهترین فرصت هست که یک قلم و کاغذ گرفته بنشینیم و فهرستی از اهداف جدیدمان بسازیم.